خلاص نشأت هی به نان بخوری. با اینجا نمی بودو کشتیم. هم رو خمی مستزن. نه ما کشنکم کشتن. سلام علیک. علیکم مندانا باشی. جور باش تو مندان چی؟ مندانا باشی. امادی بخیر. ره کجا رسندی؟ نه قریب بخیره. دیریش در سر رسیده منده. منده کم کم. آه. سرده و منده. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستای عزیز که ما رو بیننده این داکنه که جور صحت سلامت باشین انشالله را اره قسمی که میبینیم فصل گل باغ و چند روز دیگه انشالله سیوا هم گل منه دیگه از ما اینیش یک دیره کربک دادک 2 روز میشه که گرفتار امروزی ره. دیروز این روز بخواهیم دستر رسته دیگه دیره برشای بار کردل دیگه. بله؟ برشای بار کردل دیگه. اون بارشای بود که بخی دیگه از گروه بارش بود نام خدا ره زیلا نشده؟ نه وار گرفته نیست بچه؟ ره رفتیم نسید. خب نرفتادن؟ نه. خب بسیار گیرستان گیری کم بود کرد ره. او هسه باید شلینگ. نون آوردین؟ علیکم مندان شین. چه خیلی آوردین؟ قورمه؟ امین خانه دی؟ ره منجا بیلین دیگه ممین الو خیره. خلاص نشأت هی به نان بخوری. آبا.
بای نانو بیکش کی بسیار دیگه امروز دیگه نان صحرایی مخری دیگه بخیره. ره بخیر. حاجی خانم جانه قرمه جگره سلام و درود دوستای خوب و نازنین. امروز دیگه ما وقتی آمدیم درار کم کم بال کردیم دیگه، زمینار دیستیم، خاک کندیم، از زای دل با این قزمنان بخوری. امروز دیگه دم اینجا ده کمر دیره در صحرا قدی باغا خلاصه نانو نوش جانیم. امید که برنامه ما تا آخر دنبال کنید عزیزا. سخت رو فست بین از دل دیگه آب من امروز شوش شد گیزگر فتد بسیار امیت گیزگر خوشمزه خدمت ده جایش خالی بسیار آب هوایی جمع است مطبوع هم است دیگه من خورده هم خدایش مزه میده دیگه یعنی آب هوا یعنی طبیعت آب خوردن هم بسیار کسی شاد هم است راف هم است فقط جایش مخورده رحمان نیاز در جا کشتینی Какой кистин я? Какой кишкини да тахта кишкини муда. Папа, ты бачим дил. Мам да мури як польша низ чипиос кишкини, низ диге да так кишкини поидроза кадар. Хуба задачкам так шкарен, das нам чал. Ай хуба бахше корма морма бахше кади бирин пухтак Каш накишкини. гавиш ме як ним холт. Байрум О, баста. ази тухуми зардак қандори ку аста. На, зо. А
هویج خوبه که برمیش خطرین جو داده بود با خوبه میری که من پاوم زوم میری شدار خیلی سمی کنه است اون اینجا امر کشت منی کشت بلی نه با اینجا اینجا بلو کشت منی هموزو تخمی مستزد نه ما کشت ندم تسرا کی کشت منی چکال سوز نکنه باش پسروس کشت منی باید ما کم نمیکنه خدا خونش به خدا های دا مخص چکر مسابق شدی مقبای میکردم فکر چکر مندر قرا متر قدم رنجک دا تخم رو بایر کردم امره بلو کشت کنی مقصد سر تختم دیگه سبزیجات کشتین؟ نه یک روز تخمار گرفتن نمایی تو مسو؟ و از کشت بارش کردم پیش. باشم سوی دا قدم زوزدم چیز خیلی است؟ گندنه یا دیگه پیاز چیز یعنی ریحان میهان تخمش نیده خانه بایر یک وقت از وجود هسته ریحان ریحان هسته دیگه او تو دیر سوی هم نوکش کرم است؟ کرم هسته نوار در تب شیخینی که دیگه دو سال در او تیر میشه چیز زه کرم و بامیه دو سه دفعه باید واره چی دی دوا دی دوا دی یک نور کریم مخره گوجک مخرام خیر دوا بیزون نیری بشه بابا چیز یه نین یا یار که چیکنی خیر باش زریات؟ آدرس. سلپر دیم زریات نیه و این رنگ میشه اینجا این نسکه آه از او چیز سفید سفید رنگ میشه؟ آه دیگه نه مرچه درش بال میتنه ایت مرچه بال نمیشه دیگه او بلدی هم زوسته خوب چیزه یک کارتوکا اگر یک او کدوگا گم کمک کشت کنی بد نیه نه نه قویه کدوگا نه نداری بایری یک کمک کشت کنی پنچش دانه یه خیار نه بایری کشتنی تو اینج کشتنی خیار ده اینج نم نه در کجام نه به سرکوی منه ده تختم نه در سرکوی سویم منک نه. بایری به خدا کمک کشت کنی منجی خیارم دستو خوب خیلی چیزه خوبه. یا والله کشت کنی دیگه مال غیت چه دیگه تیرش دقیقه چی بگوید آه اوه مقصد با اینجا ترش نیم سال نیم دمزی روزا کشت کنی که باریش بسم میاد سبان مر بلک دیم کشتن نره کناره خوبه کشتن خوبه پیاز اینجا تخم چی نیه الان یه فیلم چه پاکواره چای نه نسبا چای یه کتیسی برونی سوز بدم چه زمان نمیشینی برونی آردیشم خوب عاشقانه چای بخورین او ساختش نداشت گذشت دیگه نمیشه نه سخانه نمیشه نه دیگه خدا قوت بخیر کنه بچه تشکر بی برادی چی؟ خدا قوت بخیر آوام بخی صدا پیدا که شر رست نه ره او خیلی خوب شد دم بارشا کدی کم بارش بار بودک خیلی بارش بار نبود لو ما نبود دیگه ره کم کم مردم ناامید شدن نه پیش از بارشا نالی استفاده زیاد از مر قندار والا مبرخو ره اونجا کسی نالی گندما کو خوش آمنه دیگه استفاده زیاد وار اون ما مبرخ ره نه لگی یکون موس از نرا کسر جمع شده جای کو قدر است آب رحمان کار مبرد دیگه خرج خزینه را نه دیگه آوشم برسات یک آوش از نرا هم که جمع شده کسر آه یک گل ما بودلی تا بس تا استون میزی نوار بس آه
آبای چطور کارا از دل هست یا نه؟ توت رسیدن باید خبر نشدم را اونجی جگش خوب آبه رحمان اونه سوز بده امین مالی هم هر کنتلی کست بوگی ارباب توی فعلا او ده چند دانه سیو تا یک داده برحمان نه سیو زیاد دفعه زفتا خودم باشه کم خیلی تو دادم گیت میشه زیر راست هم میگه خداییست نه یعنی که وقت خانه بودیم اشتگ میکنم چه خوش میگن بخشه اگر روی خوب نمونجا بلیم آه منش تو باید خوبه اگر روی سندونیم شد چیز هم شفتالو دوستش چیز رو یک دنیسی یک دنیسی بل باشم اینجا گفتم نه باشه من نبودیم شکلی رو پاک میشنم خیر اونجا چاچا اوه لیمون بودی دیگه گفتش برن بخیر برن یک لحظه نمیشیم بیش یک لحظه خیره بله دیگه دوستای عزیز و نهایت مهربان یعنی میرقم امروز ما آمدیم سر کار بعد مادر جانم نان آورده ما خوردیم باز مالی مادر جانم رفته سر کار دیگه ما هم همون فرفره چای بخوریم بریم سر کار عزیزای دل این لذت واقعی زندگی واقعا همینه که یک دو سبایی در کنار فامیل در کنار عزیزای خوب کسایی که دوست داریم واقعا هستیم پیشنیم و همو رسم و سادگی زندگی را با لذت هرچ تمامتر با همو یک لقمه نان بلده خورده داشته باشیم نداشته باشیم یک لحظه لبخندش یک لحظه خوش گذاشتندنش یک دنیا ارزش داره عزیزای دل بسیار واقعا امروز حس کردم خوش گذشته وقتی که میشینی خلاصه میبینی که پدر و مادر لبخند در لبشه و همونطور شاد و با هر چی درد و بدبختی که در درون خورن همونطور با شور و هیجان به زندگی خود ادامه میدن عزیزا امیدوارم که شما هم در هر کجای دنیا هستین نزدیک خانواده خود کنار فامیل خود کنار پدر و مادر خود کنار عزیزای خود خوش بگذرانین خوش درشون بلدشون و از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرین عزیزا میگه ما هم بریم سر کار و خیر سلامت باشیم